شماها که امروز اینجا دور هم جمع شدیم. همه زیبا و برازنده. چقدر زیباست دیدن این چهره‌های شاد که برق خوشبختی، پیروزی، امید و آرزو توی چشماشون می‌درخشه. چشم‌هایی که به آینده خیره شدن. آینده‌ای روشن و بسیار نزدیک. کسب افتخار شهروندی شهر ما، شهر عشق و بزرگی، شهر کار، شهر افتخار، شهر امید و توفیق. شما به نیروی خاص و پشتکارتون راهی سخت و پر از سنگلاخ، راهی پرفراز و نشیب با موانعی عظیم رو پشت سر گذاشتید تا به این افتخار نائل شدید. امروز و در اینجا همه ما دست در دست هم این روز تاریخی و سرنوشت‌ساز زندگیمون رو جشن می‌گیریم. ازتون دعوت می‌کنم به همراه من به صحبت‌های خانم شهردار گوش بدید. به افتخارش. خوش آمدید. این روز بزرگ را برای همیشه به خاطر بسپارید. روز پذیرش، روز دگرگونی، روز از بین برآمدن و پروانه شدن، روز شهروند شدن. شما با همیاری معلمین و همکاری راهنمایان راهی طویل و دشوار را طی کردید و اینک به مقصود خود رسیدید. بودند کسانی که در میانه راه بارها از پای در آمدند و راهی به جز تصمیم نمی‌دیدند، اما به نیروی اراده و کمک شما باز برخاستند و به راه ادامه دادند و اکنون اینجا در میان شما هستند. شما قهرمانان زمانی. درود بر شما. شما به قله آرزوی خود رسیدید و یک شهروند شهر هستید. مبارکتان. امروز من قصد ندارم با شما از قوانین و مقررات سخن بگویم. قوانین و مقررات رو خود آموخته و آن را در قلب خود حک کردید. اگر شما با تعهد و صداقت، پشتکار و ارادت در شهر زندگی کنید و به قوانین و مقررات مأمورین احترام بگذارید، هرگز تلخکامی و پریشانی، فقر و کمبود مادی و معنوی، تنهایی و اندوه را تجربه نخواهید کرد. به شهر خوش آمدید. به بهشت خوش آمدید. پیش از ورود به شهر به هر یک از شما یک کد داده میشه. این کد کاملا منحصر به فرد، غیر قابل رد و یا انتقال به شخص دیگریه. این کد نشانه شهروندی شماست. حاوی تمام اطلاعات شخصی شماست. به شما امکان استفاده از کار، محل اقامت، پرداخت مالیات، استفاده از مراکز تفریحی، درمانی و خیلی امکانات دیگر رو میده. پیش از ورود به شهر اگر در میان شما کسایی هستند که بیماری جدی تنفسی یا قلبی دارند، حتما به مأمورین ما گزارش بدن. یک به یک وارد بشید و همدیگر رو هل ندید. همتون کدگذاری میشین و هیچ کسی بدون کد نمیمونه. پیش از ورود به شهر گوشی‌های خودتون رو سایلنت کنین، چون باعث اختلال در سیستم صوتی شهر خودتون میشه. به شهر خوش اومدید. من دیگه خسته شدم اینقدر طلا خریدم. هر کدوم سر دور سنگ. آخه نمی‌دونی من که ده دفعه بهت گفتم که با تیزه دیگه، این الان تن من داره میلرزه، تو این تیزه ای دست میزنی. من کارم بلدم دیگه، ببین من متخصص فنی ام. متخصص بلدش. آگوستو نمونه کردم اومدم. ببین من باید این ابزارم رو بیاوردم. نکن این کارو، تیزه الان. میدونم چیزه. خرابش کردی. من چی کار کنم؟ همین جسم آب میریزه اینطوری. سلام. بفرم که دم در بده. نه دیگه آره از این بیشتر نمیتونه بری. خوش اومد. گرده‌بازی در دو تا مهمون دیدید و برده
ببینیم بچه بده چیزی نخواستم چرا راش میدی اینجا؟ اینم که دیگه آدم سری شما داری دادا؟ اگه بستش هم بدیم ممنون میشم خب یه دونه آره بدیم این ببینیم من جواب دارم چیزه اینا نیاره حرکت روی خط زرد روی خط زرد روی خط زرد توقف نکنید حرکت خوش اومدید خوش اومدید دیگه تازه اومدید سلامت اینجا با خود بچه کارت داره نگرم اصلا من خوب کنه میرن آشغال میده بابا این همه چی خود شرمنده و همینجور ماشاءالله دارم یه چقدر شرمند گرفته خانم شما سوالت چرا نمشه؟ یا خودمونا حرکت گوشات هم آوردیم این آقای دنبال خوراکی میگشت حالا میانم بهتون میدم من اینجا متخصصم نون چرا تی به این چیزا داره من ببینم چی هست حرکت روی خط زرد حرکت توجه همواره بر روی خط زرد حرکت کنید. اولین گام به زندگی جدید مبارک. گذشته را پشت سر بگذارید. به آینده نظر کنید. خاطرات متعلق به گذشته شما هستند. گذشته را پشت سر بگذارید. به آنچه که شهر به شما میبخشد میاندیشید. به وظایف خود میاندیشید. توجه همواره بر روی خط زرد حرکت کنید. اعتماد و همکاری شما با ماموران شهر مورد قدردانی قرار خواهد گرفت. از این پس یگانه تعهد شما در زندگی خدمت به شهر و اهداف آن است. توجه همواره بر روی خط زرد حرکت کنید. با مدیران و ماموران شهر همکاری کنید و موارد خلاف و مشکوک را گزارش کنید. زنده‌باد شهر حرکت روی خط زرد حرکت کنید حرکت بله من کاری ندارم روی خط زرد حرکت کنید خوش اومدی خوش اومدی به شهر ما خوش اومدی حرکت ماشاءالله ماشاءالله امشب چه شبی بفرمایید اصلا از اینجا میره توجه همواره بر روی خط زرد اولین گام به زندگی جدید مبارک. گذشته را پشت سر به آینده نظر کنید. خاطرات متعلق به گذشته شما گذشته را پشت سر به آنچه که شهر به شما میبخشد به وظایف خود توجه همواره بر روی خط
ببینم خوردنیه این؟ خوش اومدید به شهر ما خوش اومدید از شما در نکنه به بهش خوش اومدید خالزرده نگفتم خیلی آقا نمیدونم که مخلصتون نوچی هست هر موقع نوخاسی هست حرکت کنیم روی خط زرد. توجه نکنید. مشکل ایجاد ارتباط با شهروندان جدید داره. لطفاً دقت کنید که همیشه روی خط زرد حرکت کنید. یه قانون خیلی ساده. فقط کمی دقت لازمه. حفظ کمی فاصله از نظر امنیتی خیلی خوب. روزتون بخیر. روزتون بخیر. شهروندان جدید سلام 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 سلام. من میدونم خیلی خوشبختم. من نقاشم، نقاشی میکشم. ولی خب فعلا کار نقاشی ساختمون انجام میدم. این کار چیزی هست من در خدمتتونم. از لوچیا هم خب کار من نیست که ببخشید. از لوچیا هم میتونه سراغم بگیرن این کار داشتیم ما. چه خبر؟ ببخشید. نقاشی کار ما نیست. این نونوایی رو من راه انداختم که بخوام تعطیلش کنم. اینجا 3 نسله که روشه. دیگه هیچ دکتر مغازه این طرفا با نمونده. اینا شوخی نمی‌کنه. یعنی هم که یه نامه دادن بپنداره اینجا ببندم جدی بزنم به چار. سال 2049 اومدن گفتم بیا با من همکاری کن. گفتم آقا قربون ما نونوایی 4 تا دونه نون می‌پزیم میدیم دست مردم بخورن. هنوز این حرف از دهن شوهر بدبخت من در نیامده بود. یه کیسه کشیدن سرش بردنش اونجا که دیگه برنگشت. بعدش هم اومدن بچه مادر مردم رو گرفتن بردن. حالا میخوان در اینجا رو گیل بگیرن، یعنی اینم بدم بره، یعنی همش قصه این چی بود؟ من میگم فقط فکر کن فکر همین. چی؟ من دیگه چیزی ندارم از دست بدم. چیزی نداری پس زندگی چی؟ بچه‌مو که گرفتن من دیگه مردم. دیگه 2 دفعه که نمیتونن آدمو بکشن. متاسفم. کاش میشد زمانو به عقب برگردونیم، کاش میشد همه چی رو درست کرد. ولی که چی؟ تو اتاق عمل اومدن بچه‌م. صدای گریه بچه چشم به پرستاره بود که بچه رو یه دقیقه بده بغلم. سایه‌شون روی شیشه پشت در اتاقم دیدم. بدون فقرات هم یخ زد. داد زدم، زجه زدم. تو رو خدا، تو رو هر کی میپرستی یه دقیقه بذاری ببینمش، یه دقیقه بدینش بغلش کنم. همه اینا رو داد زدم ولی تو که یه صدا از این حنجره من در اومد در نیامد. بچه رو از پرستاره گرفتن انداختن توی کیسه و بردن. توی کیسه میفهمی؟ بعد رو منگ زدن مادر ناشایستم، میخواستن دزدیشون رو لاپوشی کنن. حالا میخوان اینجا رو بدم بره. اینجا تنها دلیل زنده بودن منه. اون وقتی بلا سر خیلی آوردن. پلیسشون کردن، مأمورشون کردن. کسی چه میدونه؟ به هر حال تا فردا بهت مهلت دادن اینجا رو ببرید. بعدش هم خودشون میومدن. میدونی شوخی هم نه. بذار برم ببینم یه راه قانونی چیزی. بی خود کردی میخواد تو دخالت کنی ها؟ برای سر خودت برم داری میاری این قضا. نگران من نباش، نگران من نباش. کاری نمی‌کنم. تابلوام سوزوندم. خودم که نتونستم. رو بوم و کاغذش رو در دیوار خونه مردم که میتونم. واسه یه 2-3 تا نون میذارم. سلام دوباره به همگی. لطفاً از هم فاصله بگیرید. توی خط زرد باشید. هنوز داری کار؟ یه شب روز میتونی تلف کنی. بری بالا رفت خوابتو گرد میکنی. بری زیر پتوی کم از زندگی لذت ببری ها. فعلا ساعت کارمه تا ظهر فردا مهلت دارم. از فردا دیگه ساعت کار نداری. آزاد. وقت میتونی بیشتر بکنی. جناب رئیس فکر می‌کنم از فردا صبح دیگه مسائل مربوط به ایشون هم تو حوزه کار شما نباشه. تو فضولی
غلطی شدی؟ زنته؟ زنشی؟ خودم میتونم از خودم دفاع کنم. فعلا که کار دارم تا فردا ظهرم مهلت دارم، به خودم هم خوب میرسم. به هر حال من صبح اول وقت اینجا. مولدش فردا ظهره قربان. آخه بابا بچه چرا اینجوری رفتار میکنی؟ بچه؟ این همه قرار پلیس ویژه بشه. چرا با پلیس ویژه‌هاتون مثل بچه رفتار میکنی؟ با بچه‌های شما باید هم میتونید رفتار کنید. میدونم که تو اون کلت چی میگذاره. قبولش برای سخته که اونم الان یکی از مامورای ما باشه. قبولش برای سخته؟ از کجا معلومه یکی از مامورای شماست؟ کجا معلوم که نیست. نمیدونم. شاید تو بچگی از مرض چیزی تلف شده. ناراحت شدی؟ ناراحت شدی؟ اب نداره. بجام جمع جور کن تا فردا زور باید در اینجا رو تخته کنی. بعدش هم میای تو مجموعه باید کار داری. دیگه فرمایشی نیست؟ قبل از غروب آفتاب خودتو معرفی کنی. چرا هست؟ دور و بر شهروندان عزیزمون نه. مزاحم این عزیزان نشیم. میشه دو بود. میشه دو بود. خوب نیست. امروز روز آخر کارشه عصبیه. عصبی آشغاله. نونش مفته. میتونیم بخوریم. هر کی نون برمی‌داره پولشو بده. مرسی خانم. جناب رئیس هم هزینه شده برای آردش. اگه باشه قربان بله قربان. بله قربان. نمیشنوم. بله قربان.
صبح شما بخیر. امروز آسمانی ابری همراه موجه و متوسط دمای 16 درجه خواهد داشت. روزی خوش با تولیدی بالا را برای شما آرزو دارم. چقدر خوبه. آخرین باری که من توی شهر مه دیدم برمیگرده به بچگی. لوچیا بیا بیرون ببین. میبینی همچین مهی تاله دیده بودی؟ یه بویی هم میاد. انگار ما این مه مال این مه؟ نمی‌فهمم توی چیا. خیلی خوبه. انگار شیر گاو را می‌بینی. خیلی باحاله. میدونی؟ نمیدونم چیه. من یاد بوی بچه‌م میندازه. وقتی دنیا اومد یه همچین بویی تو اتاق بود. بوی عطر یاس سفیده. آخه تو بوی بچه‌ت از کجا یادته؟ بعدشم این کجاش بوی بچه رو میده؟ حالا عطر یاس سفید جایا؟ بابا مادر نشه دیگه. میدونی امروز یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. امروز صبح که پا شدم نگاه یکی داشت مغزم میگفت پاش بود. من اول صحبت پا شدم بعد جوری مگرد. ولی امروز یه حس باحالی داشته. نگاه یکی داشت تو دلم قند آب می‌کرد. خیلی باحال بود. لابد مال این مهه. از تو عقاب شیشه‌ای یادگار مادرم اومده بود. همین مهه از تو عقاب شیشه‌ای یادگار مادرم اومده. به نظر ضربه مارکتری خیلی بالا. اون یه استراحتی کنی یه خود به زمان بهتر میشه. ببینید چه بهتیه؟ سلام. اصلا یادم نیست دیده باشم تا حالا. خیلی خوب شده. چه بوی غریبی هم داره. آره تاثیرش هم غریبه. مثلا این اوچیا این میگه این مهبو هست. میگه تو یادگاری مادر بزرگش اومده بیرون. اچی؟ یادگاری مادر. به نظر من که اون ضربه اختیاریه است اینجوریش کرده. کدوم اختاریه؟ مگه نمیدونی؟ آخرین اختیار رو بهش دادن تا ظهر بعد اینجا رو جمع کنه بره. تا امروز ظهر؟ آره همین امروز ظهر. اینم خیلی شانس آورده. نمیدونم چرا دارو نبستنش. اگه اون روزا بود من حتما نمی‌نوشتم تو روزنامه. هلن جان قربونت برم. الانم که بد نیست. خبرنگار هواشناسی. نه آخه یادته یه روز چقدر فعال بود، چقدر کار می‌کردی. حالا یه دوتا تو بردار برو صبحونت رو بخور. نمیخواد نگران من باشی. طوریم نمیشه. وای وای چه مهیه چه مهیه چه حالی. سلام 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 من صبح باشه عجب حالی. حس کردم تو نقاشی شاگال از خوابی داشتم. شاگال نه نقاش مورد علاقه من. حس کردم تو نقاشی دارم قدم میزنم از این باغچه و باغا. یه دونه نقاشی خیلی حال خوب. بنابراین تصمیم گرفتم امروز بشینم سر کار نرم فقط حال کنم. نه که تو تا دیروزم خیلی کار میکردی. نه تو برو کار از اهداف امروز مه سنگین شهر را فرا گرفته است. مه موجب اختلال در حرکت وسایل نقلیه عمومی شده. مه به زودی فیلتر و پاکسازی خواهد شد و رفتارمند در شهر به وضعیت عادی در خواهد آمد. از شهروندان گرامی انتظار می‌دارم که با مأمورین نهایت همکاری را مبذول دارند. میشه بگن چجوری می‌خوایم بهمون پاکسازی کنم؟ خب معلوم با دستگاه مکنده. چیا؟ یه منظور آگوستو چی بود از اینکه تو این هر گیر رو بردی؟ میگه این مهبو هست از تو یادگاری مادر بزرگش. مامانم خب قضیه مادر چیه؟ یه بر یک جعبه قدیمی بود که مادرم قبل از مرگش نمیداد توش یه سری یادگاری و عکسای قدیمی و این چیزا بود. یه حقاب شیشه‌ای هم توش بود. یه چیزی مثل یه غبار سفید مثل یه دود توش انگار حرکت می‌کرد. از بچگی سر پاخشمون بود. همیشه دارم می‌خواست بدونم توش چیه. انگار زنده است. دیدی تو بچگی هرچی تکون می‌خورد آدم تکونش بزنه. همیشه دارم می‌خواست بدونم چیه. مادرم قبل از مرگش بهم گفت هر وقت دیگه هیچی نداشتی از دست بدی، هر وقت به یه جایی رسیدی دیگه دیدی آخر خطه، در این حباب باز کن. من امروز صبح سر بازش کردم. این حبابه از اون به نظر من ضربه و اختیاریه. بوره بابا اختیاریه. واقعا نگرانه. نگرانه چی به خودم بوی این مه چرا من خیلی حالم. بوی مه من بره بچه کابلی کوچیک سیرکشی که من خونه آدم رو شدم من
کشتی سوراخ میشده این شب تا نمیومدی. پشت اون سوراخ درد گیر میگرفت. حس اولی با کشتی سوار شدن جنس گهواره تکون میخوره. بوی بخچه‌هام و بوی چوب کشتی، بوی دریا مادر کش اون برای دریا که زندگی منتظر بوده. من رو یاد بوی کتابخونه پدرم نشستم کنارش، همونطور که عادت داشت با القای ما بازی کنه برای مثل کتاب میخونده، کتابایی مثل پینوکیو و شازده پوشونی، یه بوی مثل که کاغذ کتاب میگه. بردش بابا. نگفتم که یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. خیلی عجیب. چی؟ مغزم بین اون مداد رو بردار و گوشه این روزنامه اینا رو ببین. خیلی باحال بود. باشو. شعر گفتم. آره شعر گفتم. چه حالت میشه شیر؟ عجیبی بود که باید بین کلمات میومد بیرون. یه عشق. یه عشق قدیمی که یک عمر توی میدونی گفت بنویسم تو قدم میزنی و من به دنبال تو قدم زنان میایم. تو دور میشوی و من نگاهم به تو خیره مانده است. تو همچنان دور میشوی و از چشمهایم پاک میشن. این شعر رو واسه اولین عشقم گفتم. چیز خانم معلم اول دبستانم بود. خیلی قدیم میشه. یا بچگیشو به همه چیش داشته جان. عقب بیستید. عقب بیستید. نمایش متوقف بشه. نمایش ادامه پیدا کنه. همگی خوش. سلام. خوب هستید؟ مستقر شدید؟ از دل شما راضی هستید؟ خیلی مشکل دارم. نمیتونیم نفس بکشیم. چه یکی از هموطناتون رو من داشتن بردن شما با ایستادی بیگاه کردید. باید نیست هم هیچی از کشتن شده نیست. سلام خانم شهردار. خوبی؟ همه چی خوبه خانم شهردار. بله همه چیز خوبه. همه چی عالیه. راضی هستی؟ همینجاست. راستی خانم شهردار اون دستگاه بود که به من قولشو داده بودید. خانم شهردار طبق تصمیم شورای مدیریت شهر تا پاکسازی کامل فعالیت‌سازی حرکت وسایل نقلیه عمومی، مدارس در اماکن کار و تولید تبدیل خواهند بود. از شهروندان گرامی خواسته می‌شود که در داخل اماکن سرپوشیده باقی بمانند و از تماس با مهر جدا اجتناب نمایند. از تکنسین‌ها و کارکنان فنی شهر خواسته می‌شود که بلافاصله به نزدیکترین مرکز فنی منطقه خود مراجعه و خود را جهت شرکت در عملیات فنی کارسازی معرفی نمایند.
از پرستاره پرسیدم بچه‌م پسری یا دختر هیچی نگفت. من پسر چیش یه فشاری داد مدارم مطمئن شدم پسر بود. اسمشو گذاشتم مکس. جلوی تو مامورای زن بود. داشتم بغل می‌کرد خیلی به محبت کرد. من ما 3-4 سالم بیشتر نبودم اون زنه رو خیلی می‌دارم. وقتی یه روز اومدم من از بغلش برداشتم باشم بغل یه زنه دادم. من پرستار بود. بعد اونم دیگه هیچ وقت ندیدمش. همون زنه بود. گفتش حالا که بری تایش نیست ببینم. من بابا کوچیک بودم ریز بودم میتونستم بچم. اگه یه ذره بزرگتر میشدم عمرم نمیتونستم. بعد اون دیگه همش تو کانادا زندگی میکنم. هر جا که فکرش کنی هر جا که فکرش کنی رفته. از بعد همین جو میبینی همینجا سرک میشی همش میبینی. باید که خوش بریم لوچیا بله بیا جا هلن بیاد یه خبری بیا هیچکی رو به مجموعه راه ندادن. سرتاسر ساختمون پلیس امنیتی گرفته. وزیر کشاورزی رفته تو دفترش صبح این جنزدا یه قیچی برداشته رگشو زده. آره میگن تاثیر این مه اونجا چه افتاده که این مه نیست یه سری شیمیایی که آدم بدا بخش کردن توش رفت. آره میگن تاثیرش اون مخ آدمه. یه کاری میکنه که پرچی به گذشته، یه کاری میکنه روانی بشی، خیالاتی بشی، یه چیزایی از گذشته یادت میاد توی نواس بیاد. برای اون جناب چی یادش اومده که خودکشی کرده؟ چه میدونم چی یادش اومده. میگن فقط روی برگه نوشته متاسفم همین. حالا راجع به کی و چی هیچکی نمیدونه. بدم میاد. نبود بهش بگی این موبیلیتی گرم چی متاسفی از کی متاسفی؟ 7 سال دیر کرد واسه متاسف بودن. کی؟ همین یارو که با قیچی رنگشون زده. همین؟ واسه کاری که کرده بود ترک مقام هم بهش دادن. اون زمان هنوز معاون وزیر بود که سجمان تون حقوقات مسئول به چند تا کشور تغییر بود. باعث مردم توی جمعیت خیلی زیاد شده. خیلی هاشون بچه بودن. وقتی گند کار در من چون دست خیلی هاشون تو کار توی سرموش گذاشتن. بعد تازه به پاس اینکه یک عمر دنیا رو توپ چشمش گذاشته تازه کردش وزیر کشاورزی. اینو اداره بهداشت شهر طی اعلامیه‌ای مهر را خطری جدی برای سلامت شهروندان اعلام کرد. در این اعلامیه از ادارات امنیت، راه، کار، پلیس و دیگر نهادها خواسته شده تا در هماهنگی کامل با این اداره به مقابله و رفع مه بودار بپردازند. همچنین در این اعلامیه از شهروندان خواسته شد که در اماکن سرپوشیده باقی مانده و از هر گونه تماس فیزیکی با مه جداً پرهیز نمایند. از شهروندان انتظار می‌رود که از هر گونه بحث و اظهار نظر در مورد مه جداً خودداری نموده و با مأموران در انجام وظایفشان نهایت همکاری را بنمایند. هیئتی از کارشناسان شیمیایی دعوت به بررسی این پدیده ناشناس شدند که کار خود را از ساعتی پیش آغاز نمودند. نتایج تحقیقات پس از تایید مقامات عالی مدیریت شهر به اطلاع شهروندان گرامی خواهد رسید. میگم میشه این وزارت بهداشت دستورالعملی چیزی بده ما بفهمیم چجوری میشه هوا رو نفس کشید بعد دور نکنیم. ماسکا رو پخش کنید. این ماسکا رو سریع بزنید. ما هنوز از تحصیلاتمون آگاهی نداریم. ممکنه برای سلامتیتون ضرر داشته باشه. فقط دستور رو اطاعت کنید. هر کسی از دستور سرپیچی کنه مسئولیتش با خودشه. آقا جناب رئیس سخت میگیری یه مهموی حرفان نداره. در مقابل دستور مقاومت که هنوز در اینجا رو نبستید. چه میگم من آشغاله به صورتم نمیزنم. من از کی آشغاله به صورتش زده کی نزده بهداشتی به خاطر سرپیچی از دستور بازداشتت می‌کنه. چرا این نه فعلا لازم نیست. اما قربان داره سرپیچی خودم می‌کنه. بعدا شخصا به کارش رسیدگی میکنم. ولی قربان داره همین که گفتم. بله هر طور که میل منه. بابا مثل تنگیر عباس نمیتونم از این چیزا به صورتم بزنم نمیخوام من رأس 12 و 1 دقیقه اینجام لوچیا. ایشون سر ساعت 12 و 1 دقیقه اینجا رو شما رو میبرن. برید! بابا بستاشونه کیسه یادت راحت
خودم بوشش کردم برو اونجا رو نرم میبینه برو اونجا خیالت راحت آره همونجا خیالت راحت کجا بیام؟ اینجا کن عزیزم من سریع میرم سر اصل من میخوام یه جعبه هایی بسازم تو این جعبه میخوام یه تیکه از این نونایی که شما هر روز می‌پزین رو بذارم تو یه حبابای کوچیکم درست میکنن از این مه بودایی که هست شما مال شماست میذاریم توی این حبابا رو بسته بندی میکنیم و صادرش میکنیم به همه جای دنیا متریال کار از شما هزینه صادراتش هست بابا من میگم چی بخوای بگی بابا هزینه بارکد رو دست پول تو کیسه مهر با این پول این که لوچیا نیست که این خرد و قروشه شما بیایید یاره خرد و قروشه این اینجا استشار شده بود من نتونستم خبر بدم من داشتم باز حرف می‌زدم اما این اصلا نمی‌دونه خیالت راحت وقتی اومد من بهت میگم معامله مال تو باشه خیالت راحت از بس این آگوستو نفهمید واقعا فکر کنی این همه آدم ندید که من این مهر وا کردم شما ندیدین من یه آقاب شیشه وا کردم بعضیا ندیدم بعضیا دیدم من اصلا دیدم بخاطر وا کردن یه دونه آقاب شیشه رو همون بکشم کاری کردم نمی‌تونم مثل آقاب شیشه کردم بکشم اعلامیه‌ای به شهروندان دستور داد که با مأمورین توزیع ماسک همکاری کنند. فرد شهروندان ملزم به استفاده دائمی از ماسک میباشد. موارد خلاف و مقاومت شناسایی و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. مهربان مسبب اختلال در سیستم‌های الکترونیک، امنیتی و اداری شهر است که با تلاش مدیران و مسئولان نهادهای بهداشتی، امنیتی، آموزشی و فنی و دولتی به صورت آثار مورد رفتار بهداشتی آنها بدون تأمین برده‌سر درمان عامل یا عاملین بخش مهربان به صورت شناسایی و مورد تحقیق قانونی قرار خواهند گرفت. هر گونه عدم همکاری با مأموران در شناسایی عوامل مشکوک به شدت مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. شهروندان ملزم به همکاری بوده و از ایشان رسما قدردانی به عمل خواهد. لوچیا بیا یه بار بیا اینجا بیا یه خبر فوری دیگه یه خبر وزیر اداره آموزش خودش رو تو دفترش دار زد. چرا؟ خبر اونجا زود میرسه اینجا خبر دیر میرسه. میگه روی برگه نوشته متاسفم مثل وزیر کشاورزی همین. آگوستو کاش منم میبردی اون طرف که خبر چیزی نمیشه کارت میخواد که تو نداری دیگه. ببین این همون نیست که متهم شد به سوء استفاده از بچه کوچیک. آره دیگه همونه دیگه. همشون دارن میرن رو هوا. چی دارن میرن رو هوا؟ نیروهاشون رو جمع کردن عامل پخش بو رو بگیری کجای کار خانم؟ چرا نمیتونن؟ عقب بسید. وایسا بیا خط. چرا خودشون رو خط راه نمیرن؟ چرا دستشون باز میکنی؟ اینا قانون گذارن؟ چیکار میکنی؟ از خطا میان بیرون این خطای زرد شما رو میبره تو مرداب. دست من برای چی داری میبندی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا هیچکی جواب نمیده؟ اگه بگیری همون نداریم بخوریم. عقب بایسته
میزن به خاطر سنگت شهر بازداشت شدی. اون بو میده ولش کن. از اون خطا بیای بیرون. آی جون یه خطا کار داری نه. نه یکی برای خودش شما تانگه نمیده. آی جون یه خطا کار. باز کنید راه نور خودشون. باز کنید راه نور خودشون. نمایش متوقف بشه. گرش بزنید. همه رو گره بزنید. دست نزن خانم. برو عقب. برو عقب بایستا. عقب بایستی. آمین آبا. بازداشت و مجازات مشروطی و مجرمین نظامی می باشد. هر گونه سرپیچی از همکاری و مخالفت با مردان به شدت تحت تعقیب و عوامل آن در شکل مجازات خواهد بود. شهروندان بدون هیچ از این به بعد هر کسی همکاری نکنه یا من فکر کنم که داره چیزی رو از من مخفی میکنه به مجازات میرسه. دادگاه هم دیگه لازم نیست. خودم جرمشو مشخص میکنم، خودم مجازاتش میکنم. همین برای چی لازم بود؟ ایشون بدون دادگاه خودش جرمتون رو مشخص میکنه، خودشون هم مجازاتتون میکنه. اصلا شعورتون به اداره شهر میرسه؟ فقط شعورتون ما اینجاییم که شما در شهر خودتون حفظ کنید. حالا حالا یا با هم همکاری کنید. رهاش کن. حالا یا با ما همکاری کنید. سلام آموزش شهرمون برگرده یا خودتون آماده پرداخت رهایی نمیتونتون هم تو کنید. مادر منو حامله بود که شب و خواب عجیب غریب بود. چه خوابی؟ خوابی با پدرم و برادر بزرگترم که موقع بودن 2-3 سالش بود شکمی ماهی بزرگ داشته دریای یخزده پیر می‌کرد. ولی کسی خواب برای من تعریف نکرده. جالبه که من خودم یادم میاد مادرم داشته این خوابو. آخه مرد حسابی مگه میشه آدم چیزی رو یادش بیاد که مال قبل از تولدش حالا چی شده؟ ادریش یک کارگر ساده هتل بود. هیچ تجربه‌ای هم نگهداری از زمینه نداشت. که گشت میسیسیپی از نیروی نگهداری بیل بزرگی سیکه. هیچ تجربه‌ای هم ملی جوجه نگهداری از حیوونا نداره.
هیچ کس نمی‌فهمه واقعا چه اتفاقی میفته، ولی وقتی که جسد له شده‌اش رو پیدا می‌کنن، مردم کینگسفورد انقدر عصبانی میشن که اعتراض می‌کنن که باید قاتل مجازات بشه. اونا واسه اینکه مردم آروم کنن تصمیم می‌گیرن مری رو اعدام کنن. باورتون میشه؟ این قضیه دار زدن فیلم مال 100 سال پیشه، تو چجوری یادت میاد؟ خودمون نمی‌دونم. ولی خیابان مردم کاملا یادم میشه. وایساده بودن. این هیکل سنگین و مفید رو با جرثقیل ببرن بالا، همه وایساده بودن نگاه می‌کردن. همه‌شون هم هنرنمایی ملی تو سیخ دیدن. ولی کسی هیچ کاری نمی‌کنه. اصلا نمی‌فهمم چرا بعضی صحنه‌ها رو یادم خب رئیسم. الو رئیس جان. جانم. خب من چه میدونم لوچیا رو بردن، به من چه ربطی داره؟ کدوم سیستم؟ کدومش؟ الان از این زاویه دارم نگاهش میکنم. آره درستش میکنم. خیالت راحت، خیالت به من سپرد خیالت. زنده باد چرخ، زنده باد چرخ، خیالت راحت. چی میگه؟ آقای زحمت بکش تا شما بیا. اینو یه لحظه بیاریم تو. آقا چی شده؟ این سیستم خراب شد، انقدر اعلامیه پخش کرد خراب شد. تو اون جلبدار منو بعد بیار. درستش کنی؟ آره دیگه. ولش کن بابا، درستش نکن تا ساکت شده. هلن جان قربونت برم، دستوره نمیشه که. چی رو نمیخواد درستش کنی؟ میگی تو پول منو میدی. آقا اصلا واسه تو چی که درستش کنی؟ مثل اینکه متخصص فنی شهر منم ها. بعدش دستوره نمیشه انجام نداد. مواظب باش آقا. تلویزیون نمیخواد. اینا نرم پاک کنم تو. مواظب باش میافته. نه بابا بذار ببینم شاید بتونم درستش کنم. بابا میافته. درستش نکنی. وایسته یه لحظه. بابا بذار کارشو بکنه. کارشو دیگه. کارتو بکنه. نمیذاره دیگه. پس حالا میگه تو حقوق منو میدی. آره من به تخمه ندم، تخمه تبریشم. تخمه به درد من چه میخوره؟ بذار ببینم. این چیه؟ حقته. عادیه کلا چی شد؟ چه میدونم چیکار کردی؟ داشتم سیستم رو نگاه میکردم چرا اینجوری شد. ما خودمونم تو زندگی برق میخوایم که الان چه بررسی هم کردی بابا داشتم بررسیش میکردم ببینم چی شده. اینم که خود فروخته. وایسا ببینم وایسا. اومدن؟ کی؟ هیچ صدایی نمیاد. همچین سکوتی من تا حالا تجربه نکرده بودم. یعنی میگی چی شده؟ نه صدای هاجیراشون میاد، نه قطاراشون، نه دستگاهشون. خیلی فوق‌العاده است. راست میگه. آقا سر نیم دقیقه یه فوش پلیس میرفت اینجا. هر وقت اتفاق اینجوری میفته سر نیم دقیقه یه فوش پلیس میرفت اینجا. الان خبری نیست. حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. یعنی میگی چی شده؟ تو اگه به چی با این دستگاه چیکار کردی من دیگه چی شده؟ بابا هیچی به خدا کاری نکردم. چیزی که این داشت هول میداد منم اون سیم نمیدونم میخوره سیم نیم اضافه داشت توش. اینم گرفتم یکی دو تا چیدم. سیم اضافه دستگاهی که داره کار میکنه سیم اضافه داره بگم. آره بابا تمام دستگاه کلی سیم اضافه داره که بریدی تو بازم کار میکنه. نتیجهش عالی از آب در اومده. حالا این زاویه‌اش توجه کن. کدوم زاویه؟ این زاویه که دقیقاً سیم درستی رو قیچی کردی. یعنی چی بابا؟ میتونی با این شوخی خرکی سر ما رو بدی به بابا؟ درست اگه ازت بخوان تعمیرش کنن میتونی؟ نه بابا مگه من مهندس الکترونیکم که تعمیرش کنم. تو مگه متخصص فنی نیستی؟ میگی متخصص فنی. میگی متخصص فنی نه مهندس الکترونیک. کاش همه متخصص فنی هم مثل تو تلویزیون آگوستو خودمون خوب ترک موزدی تو دست. هی میگم حالا من دست نگم به تو بگو ترک موزدی تو دست. افتخار لوچیا.
نمیذاره که من بهم دست دادن یه نگاهی به سیستم بندازم برای من یه نگاه انداختم میرم چون اینجوری شد ایشون هم طبق معمول ترکمون زد تو دست. نه بابا له شوخی میکنه با له شوخی میکنه آفرین کاری کردی که خیلی کار خوبی کردی. خیلی کار خوبی میکنه. من موافقم با. همه باشی رو خط جلوم سوا من توضیح نکنم نه از خودمونه. من که اومدم بیرون تنها کسی که از مامورا دیدم همین بود. هر جا میرم داره دنبالم میاد. بچه خوبیه این خودیه. نه نبردتون. رئیست کجاست؟ نمیدونم نبود. کجاست؟ نمیدونم کلی بازداشتی شد داشتیم رفته بودم دوش بگیرم یهو خوابم برد. از سر صدا بیدار شدم دیدم برق نیست اومدم تو بخش هیچکی نبود انگار همه غیب شده بودن. یه سری وسایلشون رو برده بودن یه سری چیزا انگار به عجله رفته باشن جا گذاشته بودن دیگه اومدم تو بخش بازداشتی دیدم درا بازه خانم لوچی هم اونجاست. اینم افتاد دنبال ننت تو جردک اسم میزنه حادثه اون تو کسی اسم نداره همه شماره داره. چرا باید اعتماد کنیم؟ نمیدونم کجا رفتم؟ کجا میرم نگه رو با اسمای با مزه صدا همین که لوچیا به اعتماد داره واسم میگم یه چیزی ها انگار همه چیشون به اون دو تا سیمی که من درست کردم ممنون درست کردی. دستت در نکنه. حالا چه خبر از اون تو؟ از اون تو؟ نمیدونم هیچ چیزی نیست که بچه کیه قدغن هم کلان که اصلا راجبش با بقیه حرف بزنن گفتن همون بچه کسایی هستیم که صلاحیت تربیت اون رو نداشتن اداره تربیت اون میکرد که بتونیم به درد تامین شهر بخوریم با این همه دشمنم که شهر داره کلی مامور باید تربیت بشه همین رئیس پلیس هست عجب که این همه جلوی شما میاد هارت و پوت میکنه یه دم صبحی وزق چرب و چیلی انقدی هستی که گرفتم و انداختم تو پوتینش باز تو وقتی پاشو کرد تو پوتین از دست دومت تایی دوا قیافشو میدید خیلی باحال بگیرن چیچی و هممون رو سیر کردن به دیوار نوتاقمون رو کشیدن حالا نمیگم که سر همه چی آوردن ولی هیچ چی حرف نزد که کاری کی بوده خیلی خوب بود حالا بذار واسه شواهد پارسال بگم شواهد پارسال بس کن. هر چی میزنه ببره این جارو اینجا بود. برداریم دنبالی من این از دیگه همه کشتم دیو میپازم بعد میگم مکس بیاد خبرتون. شد مکس دیگه آی مکس از اون تو برام بگو همون چه خبر داشتی میگفتی؟ این نون بپذیدی کسی مکس ناراحت شدی؟ ناراحت شد چیا؟ تعریف کن. شهادت پارسا گفتم مناسبت سالگرد قانونگذاری میخوان یه جشن بزرگ بگیرم چی بگم که سر میز چیا نبود یه بره بود انقدر گذاشته بودم سر میز 5 دقیقه کردیمش استخون با بچه‌ها این رئیس پلیس از رو چیه که میاد جلوی شما بس کرده بود اونجا اصلا یه تو راه رو پاش بندم برو خیلی حال بود با بچه‌ها